هموطنان گرامی، پدران و مادران ارجمند، برادران و خواهران و فرزندان عزیز، من به هر کدام شما در ایام مراجعت می نمایم که مردمی سربلند تاجیک و کشور صاحب استقلال تاجیکستان باز یک سال بنیادکاری و سازندگی را سپری کرده با نیت نیک و نقشه های بزرگ به سوی آینده آباد قدم های استوار میگذارند و در عرصه جهان مقام شایسته خود را بیش از پیش تحکیم میبخشند. و چنان که شما میدانید، ابتدای عصر نو و هزار ساله نو، دوره پیشرفت با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژی، اینچنین جهانی شوی روند و پرابلم های جامعه بشری می باشد. در چنین شرایط هر یک کشور، خصوصا دولت های پیشرفته و ابرقدرت، به خاطر مستحکم کردن موقع و مقام سیاسی و اقتصادی خود به اندازه بی سابقه کوشش می نمایند. از این لحاظ ما نیز همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در این روند خیلی مرکب و پرحوادث باید نه تنها اصالت ملی خود را حفظ نماییم، بلکه با زحمت سازنده و صادقانه و صافدلانه رشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت صاحب استقلالمان را تأمین سازیم. طوری که به هر کدام شما معلوم است، حکومت مملکت راه‌های پیشرفت منبعده تاجیکستان و زینه به زینه بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم را در دایره 3 هدف استراتژی، یعنی تأمین استقلالیت انرژتیکی، از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن کشور و حفظ امنیت آذوقه‌واری تعریضی نموده آنها را تدریجاً عملی می‌گرداند. همچنین خاطررسان باید نمایم که ما امروز غیر از ساختمان نیروگاه راغون دایر به هر چیز زودتر تامین کردن استقلالیت انرژتیکی کشورمان کارهای مهم دیگر را نیز با سرعت پیش میبریم. یعنی با صرف بیش از 4 میلیارد سامانی انفراستراکچور معاصر انرژتیکی، خطهای انتقال برق بلند شدت بنیاد نموده، نیروگاه‌های 10 ساله‌های پیش ساخته شده را تعمیر و تجدید کرده ایستاده ایم. در ظرف 18 سال استقلالیت ما و شما صلح و آسایش و وحدت ملی را در شرایط بسا وزین برقرار ساختیم. زیاده از 1 میلیون نفر گریزه های اجباری را به وطن برگردانیده ملت تاجیک را سرجم نمودیم. راه های آهن و ماشینگرد، نقب و پلها، نیروگاه و خطهای انتقال برق، کارخانه های نوی استحصالی، مکتب و بیمارستان های نو و صدها انشاءات دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را بنیاد کردیم. هموطنان عزیز ما از وسایط اخبار عموم خوب درک کردند که در آینده نه چندان دور مسئله آب با جدیترین پرابلم اهل بشر و مشکلات رقمی اول سیاره تبدیل می یابد. البته امروز در بسیار دولت‌های جهان نرخ آب نوشاکی از سوزشواری 3-4 برابر قیمت‌تر است.
وقتی بلندی ماست که هرچند ذخیره های بزرگی نفت و گاز نداریم، ولی طبیعت سرزمینی زیبای ما را با ثروتی بی‌بها و به انتهای گیدرا انرژتیکی، یعنی سرچشمه های کم نظیر دریاها شاداب گردانیده است که از برکت آنها تاجیکستان از لحاظ ذخیره های آب نوشاکی در سیاره یکی از جایهای اولین را اشغال می کند. تا 60% ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی در حدود کشور ما تشکل می یابند و در صورت استفاده عاقلانه و ثمره بخش این ذخیره بزرگ گیدرا انرژتیکی ما امکان داریم که در یک سال صدها میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نماییم. ولی ما امروز همگی 5% این ثروت ملی را از خود کرده ایم که این برای قانع گردانیدن احتیاجات اهالی و طلبات ساحه‌های اقتصاد ملی امان تماما کفایت نمی کند. بنابراین سالهای آخر مردم ما در دوام 6-7 ماه تیرما و زمستان از نرسیدن برق شدیداً اذیت می‌کشند. کارخانه‌های صنعتی و دیگر ساحه‌های اقتصادیات به طور معتدل فعالیت کرده نمی‌توانند. یعنی کم بودن برق تا به امروز مانع اساسی رشد اقتصاد ملی گردیده است. محض به خاطر رفع همین مشکلات ما 2 سال پیش ساختمان نیروگاه بزرگ راغون را که خیلی کارهای آن در سالهای 80 عصر گذشته انجام یافته بودند از نو آغاز کردیم. هموطنان عزیز ما خوب می دانند که نیروگاه راغون را می بایست دولت مقتدر وقت با جلب امکانیت دهها کارخانه های عظیم صنعتی بنیاد می کرد. لیکن به حکم تقدیر ساختمان انشاءات عظیم راغون بر دوش مردم ما افتاد. در شرایطی که دنیا را بحران شدید مالیوی و اقتصادی فرا گرفته است و تاجیکستان ما نیز از تأثیر منفی آن ضرر می‌بیند، به این اقدام دست زدن کار سهل و آسان نبود، زیرا بنیاد این انشاءات مسئولیت بزرگ و مبلغ‌زاری نهایت کلان را طلب می‌نماید. اما حکومت تاجیکستان امروز با وجود دشواری‌های زیادی اقتصادی و مالیوی قاطعانه سعی و تلاش دارد که این آرمان دیرینه ملی را به حقیقت تبدیل دهد.